با صدای زنگ خانم خونه تا درو باز کرد، دید 3 تا آقای خوشتیپ جلوی در وایستادن. یکیشون خیلی مؤدبانه گفت سرکار خانم اگه اجازه بدید یکی از ما 3 نفر میخوایم مهمون شما باشیم. خانم با روی گشاده گفت خواهش میکنم بفرمایید. اون مرد گفت ببین خانم من ثروت هستم، ایشون موفقیت و نفر سوم هم عشق، شما انتخاب کنید. شوهرش گفت بگو ثروت بیاد پولدار میشیم. خانم گفت نه بابا موفقیت، اینجوری به ثروت هم میرسیم. دخترشون گفت نه بابا عشق رو دعوت کنیم، خونمون پر از محبت میشه. پدر و مادر تسلیم شدن. خانم گفت لطفاً عشق، قدمش سر چشم. ولی دید هر 3 وارد شدن. خانم با تعجب گفت باعث خوشحالیه ولی من فقط عشق رو دعوت کردم. عشق جواب داد اگه موفقیت یا ثروت رو دعوت میکردی تنها میومدن، ولی حالا که عشق رو دعوت کردی ثروت و موفقیت